برای ثبت نام باید ابتدا به سایت پیرسون که آدرسش رو نوشتم مراجعه کنید. در این صفحه روی دکمه ساین اپ کلیک میکنید. در صفحه ایجاد حساب یک یوزرنیم جدید یا ایمیلتون رو وارد میکنید. سپس رمز عبور مورد نظرتون رو تایپ میکنید. رمز عبور طبق قوانین سایت باید 8 حرفی شامل حروف کوچک، بزرگ، عدد و حروف خاص باشه. در صفحه بعدی اطلاعات پروفایلتون رو وارد میکنید. تو این صفحه نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و محل سکونت خودتون رو وارد میکنید. همینطور که میبینید در انتهای صفحه دو چک باکس وجود داره که میتونید تیک نزنید. در واقع این چک باکس ها برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی هستند. خب روی دکمه ایجاد حساب کلیک میکنم. اینجا بهم خطا داد چون من از یک ایمیل فیک استفاده کردم که ظاهرا قبلا تو این سایت استفاده شده. ایمیل رو تغییرش میدم به یک ایمیل خاص‌تری که به این خطا نخوره. منتها شما چون از ایمیل خودتون دارید استفاده میکنید به این خطا نمیخورید، نگران نباشید. خب همینطور که میبینید اکانت من ایجاد شد و اطلاعات حسابم رو نشون میده. در انتها نوشته که من تا 3 روز قبل از امتحان مهلت دارم که اگر اشکالی در اطلاعاتم هست اصلاحش بکنم. فراموش نکنید که اطلاعاتتون باید منطبق با اطلاعات داخل پاسپورت باشه. و مورد بعدی اینه که حتما وریفای کنید ایمیلتون رو. ایمیل مشابه برای شما ارسال میشه که باید روی دکمه وریفای بزنید و تایید کنید. در ادامه ثبت نام کشور مقصدی و کشوری که براش قرار آزمون پیتی بدید رو انتخاب میکنید. دکمه نکست، هدفتون از مهاجرت و بعد رزرو. خب شما توی این سرچ باکس اسم شهر یا کشوری که قراره توش امتحان بدید رو تایپ میکنید. دبی، استانبول، هر جایی که مد نظرتونه. خب همینطور که میبینید لیست مراکز آزمون در استانبول رو برای من لیست کرده به همراه یک تقویمی از زمانهایی که آزمون توی این مرکز برگزار میشه. من روز مورد نظر و ساعتی که اویلیبل هست برای اون مرکز رو انتخاب میکنم و دکمه بوک رو کلیک میکنم. توی صفحه بعدی اطلاعات آزمون به من نشون داده میشه. من اینجا دوباره میتونم زمان و مکان رو تغییر بدم. به صفحه بعد میرم. خب توی این صفحه اطلاعات هویتیتون رو کانفرم میکنید. اطلاعات هویتی حتما باید از آیدی کارتتون پر شده باشه که برای ما پاسپورتمون هست. میتونیم عکس پاسپورت رو اینجا آپلود بکنیم یا فلش زیرو کلیک بکنیم و اطلاعات رو دستی وارد بکنیم. یک سری از اطلاعات اتوماتیک از پروفایل اومده، میتونیم ویرایشش کنیم. شهر محل تولد، کشور محل تولد و در انتها کشوری که درش ساکن هستید و شهروندش هستید رو وارد میکنید. خب دکمه کانفرم رو میزنم. مرحله بعد مرحله آدرسه برای کسایی که میخوان داخل خونه امتحان بدن. این امکان در ایران وجود نداره، پس خیلی اهمیتی نداره که چه آدرسی اینجا وارد میکنید. ولی قسمت تلفنش اجباریه. میتونید شماره موبایل خودتون داخل ایران رو وارد بکنید. در انتها هم که پرسیده آیا وسیله خاصی مثل ویلچر نیاز دارید در زمان امتحان، که خب اگر نیاز داشتید میتونید اون تیک رو هم بزنید. خب دکمه سیو و ادامه بوک کردن رو کلیک میکنیم. خب اینجا پرسیده که زبانی که در خانه باهاش صحبت میکنید چیه و بعد
یک سری کانفرم از شما میگیره که آیا اطلاعاتی که وارد کردید صحیحه. همه رو اگری میزنید، با پالیسی و سیاست‌های سایت موافق هستید، تیک میزنید و آیا میخواید نتیجه آزمونتون برای دپارتمنت های استرالیا و نیوزیلند ارسال بشه، یا اگر میخواید تیک بزنید. از چه طریقی با PTO اکادمیک آشنا شدید؟ اینجا یه گزینه رو انتخاب میکنید و اینکه به کشوری که قصد مهاجرت دارید و براش دارید آزمون میدید چه کشوریه، و اینکه وضعیت فعلی شما چیه، دانش آموزید، در حال کاری، چی هستید و چه ویزایی میخواید اقدام بکنید. ویزا اسکیل ورکر، ویزا استادی، ویزا آیا داخل استرالیا هستید، موقتی هستید، اینو اینجا انتخاب میکنید وضعیتتون رو. و حالا چون من اسکیل ورکر زدم اینجا به من نشون داد که هیت‌های کاری چیه. یکی از این هیت‌های کاری رو انتخاب میکنیم و دکمه نکست رو کلیک میکنیم. خب این صفحه اگریمنت خیلی صفحه مهمیه، حتما اطلاعاتش رو با دقت بخونید و بعد دکمه اگری رو بزنید. توی صفحه بعد شما اطلاعات فاکتور رو میبینید، مبلغ قابل پرداخت و اینجا باز دوباره میتونید زمان و مکان رو تغییر بدید. پروسید تو چکات رو میزنیم، وارد مرحله پرداخت میشیم که شما از دو طریق ووچر یا ویزا کارت میتونید پرداخت رو انجام بدید. همینطور که میدونید برای ما ایرانی ها امکان پرداخت با ویزا کارت معمولا وجود نداره. بنابراین شما میتونید از سایت های ایرانی یک ووچر آزمون خریداری کنید و کد ووچر رو اینجا وارد کنید. اد ووچر رو میزنیم، کد ووچر رو اینجا پیست میکنیم و بعد دکمه اپلای رو میزنیم. خب به من خطا میده چون من ووچری که قبلا استفاده کردم رو اینجا تایپ کردم. شما از ووچر جدید استفاده میکنید و دیگه این خطا رو هم نمیبینید. خب بعد از ثبت ووچر دکمه نکست و پایان ماجرا، آزمون برای شما ثبت شد.